کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی. به یاد همه کسانی که قربانی تاریک اندیشی شدند، به یاد همه کسانی که جان خود را به خاطر تمامیت ارضی ایران فدا کردند، به مردم ایران، به فرزندانم، به خاطر عشق به پادشاهم. کهندیارا، دیار یارا، دل از تو کندم، ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، اگر بمانم کجا بمانم. هر بار که صبح 26 دی ماه 1357 را به یاد می‌آورم، اندوهی عمیق و بی‌پایان قلبم را می‌فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره‌آور فرو رفته بود. گویی پایتخت ما که از چند ماه پیش در خون و آتش به سر می‌برد، ناگهان نفس در سینه حبس کرده بود. ما در آن روز به سفر می‌رفتیم. مملکت را ترک می‌گفتیم، با این گمان که دور شدن موقت پادشاه به آرام کردن شورش کمک خواهد کرد. ما به سفر می‌رفتیم. تصمیم به این سفر از 10 روز پیش گرفته شده بود. ما به طور رسمی برای چند هفته استراحت به خارج از کشور پرواز می‌کردیم. پادشاه مایل بود خبر سفر به این گونه اعلام گردد. آیا به این مطلب اعتقاد داشت؟ ناامیدی و اضطرابی که گاه گاه در نگاهش مشاهده می‌کردم نشانی از این مطلب نداشت. اما من بدون آنکه واقعاً اعتقادی داشته باشم این امید را در دلم می‌پروراندم. در نظر من غیر قابل تصور بود که این مرد که 37 سال از زندگی خود را به ملتش ارزانی داشته، اعتماد مردم را بار دیگر به دست نیاورد. در دوران پادشاهی او ایران با شتاب فراوان توسعه یافته بود. روزی که آرامش دوباره برگردد، همه مجبور به قبول این واقعیت خواهند شد. آری، امیدوار بودم همه به استقبال او خواهند رفت و حق را به حقدار خواهند داد. برف باریده بود و باد سرد کوهستان دانه‌های بلورین برف را در فضای آفتابی پخش می‌کرد. شب به آرامی گذشته بود، آرامشی شگفت‌آور، به طوری که پادشاه توانسته بود چند ساعتی بخوابد. همین نیز غنیمت بود. وی که بر اثر بیماری و زیر فشار وقایع فرسوده به نظر می رسید، در طول 1 سال گذشته وزن بسیاری از دست داده بود. در هفته‌های اخیر و علی‌رغم حکومت نظامی، هر شب تظاهر کنندگان بر بام‌های شهر به مقابله با ارتش پرداخته بودند و فریادهای کینه‌توزانه آنان تا کاخ می رسید. الله اکبر، مرگ بر شاه! حاضر بودم هر تلاشی را برای دور نگاه داشتن پادشاه از شنیدن این دشنام‌ها انجام دهم. بچه‌ها دیگر در کنار ما نبودند. دیدارهای سرزده لیلا کوچولو، نگاه‌های پرمهر فرحناز به پدر، شوخی‌ها و خنده‌های علیرضا و حتی زیاده روی‌های او که همسرم با مهربانی تحملشان می‌کرد، دیگر از کاخ به گوش نمی‌رسید. من تا آخرین لحظه رفتن آنها را به تعویق انداخته بودم، زیرا پیش بینی می کردم که رفتن آنها نشان از پایان یک زندگی خانوادگی دارد که نزدیک به 20 سال با مهر و شادمانی توأم بوده است. پسر بزرگمان رضا در آمریکا به سر می برد و دوره‌های آموزشی خلبانی هواپیماهای شکاری را می گذراند. او که در آن زمان 17 سال داشت، هر روز از طریق تلفن با ما در تماس بود. اوضاع آنچنان که تلویزیون آمریکا گزارش می‌داد او را بسیار نگران کرده بود. من سعی می‌کردم اطمینان او را جلب کرده متقاعدش کنم که باید استقامت کرد و به ویژه امید را از دست نداد. در حالی که خود احساس می‌کردم که مملکت به سوی هرج و مرج می‌رود، تقریباً در همه جا مردم دست از کار کشیده بودند. پالایشگاه‌ها تعطیل شده بود و ما هر روز شاهد تظاهرات و دشمنی‌ها و تحریکات و پخش اطلاعات نادرست بودیم. پادشاه با پسر بزرگمان به اختصار سخن می‌گفت و او نیز کوشش می‌کرد پریشانی خود را از پدر پنهان کند. در این دوران اطرافیان ما را ترک می‌کردند و در طول ماه‌ها رؤسای مؤسسات، مهندسین، محققین و کارمندان عالی رتبه از مملکت خارج می‌شدند. اینطور به نظر می‌آمد که در آینده نزدیک
ما آخرین مسافران کشتی طوفان زده‌ای باشیم که نیروهای نامرئی آن را به سوی نیستی می‌کشاندند. واپسین روزهای قبل از رفتن بچه‌ها بسیار دردناک بود. لیلا در سن 8 سالگی نمی‌توانست به درجه تنش غیرقابل تحمل ما پی ببرد. اما فرهناز و علیرضا که 15 و 12 ساله بودند، نگرانی خودشان را پنهان نمی‌کردند. دختر بزرگم را می‌دیدم که زمانی دراز در برابر نرده‌های باغ ایستاده و در سکوت به کوچه‌های خالی خیره می‌شود و در تعجب است که چرا دیگر از گروه کودکان شاد و خندانی که گاه به گاه با آنها گفتگو می‌کرد خبری نیست. در همان زمان سران ارتش، سیاستمداران، دانشگاهیان و برخی از روحانیون یکی پس از دیگری برای ارائه پیشنهادهای خود به همسرم به کاخ می‌آمدند. برخی با راه حلی سیاسی و مسالمت‌آمیز پیشنهاد می‌کردند و بعضی دیگر از شاه استدعا داشتند اجازه دهد ارتش به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی کند. اما پادشاه همواره در پاسخ می‌گفت پادشاه نمی‌تواند تخت و تاجش را به بهای خون هموطنانش حفظ کند و اضافه می‌کرد شاید یک دیکتاتور بتواند چنین عملی انجام دهد، اما این کار در شأن یک پادشاه نیست. هنگامی که به نظر می رسید عاقلانه ترین راه حل ترک ایران است، تصمیم گرفتیم از بچه‌ها جدا شویم. از 1 ماه پیش، اواسط آذر ماه 1357، فرهناز نزد برادرش به آمریکا رفته بود. لیلا و علیرضا نیز به سرپرستی مادرم به نوبه خود عازم آمریکا شده بودند. از خود می‌پرسیدم که آیا دوباره آنها را خواهم دید؟ با وجود اینکه از ما برای رفتن به آمریکا دعوت شده بود، دولت آمریکا در این زمینه تردید نشان می‌داد. اینطور به نظر می‌رسید که دیگر تمایلی به استقبال از ما ندارد. بنابراین با قبول دعوت انور سادات، نخستین مقصد ما مصر شد، کشوری دور از بچه‌ها. آن روز صبحانه را هر یک جداگانه خوردیم. پادشاه مانند روزهای دیگر زود بیمار شده و به دفتر کار خود رفته بود. آیا در این فکر نبود که در آخرین ساعت را در کشوری که آنقدر دوست می‌داشت سپری می‌کند؟ آیا دیگر بار زنده به این کشور باز خواهد گشت؟ به یاد آوردن این مطالب حتی امروز نیز دلم را به درد می‌آورد. صبح آن روز تنها فرصتی بود که برای گردآوری لوازم شخصی در اختیار داشتم و در تمام طول شب در اندیشه عکس‌های بچه‌ها و آلبوم‌های خانوادگی بودم. جا گذاشتن آنها در تهران مرا در اضطرابی غیرقابل توصیف فرو برده بود. خاطره همه خوشبختی‌های گذشته ما در میان اوراق این آلبوم‌ها نهفته بود. با خود فکر می‌کردم که دیگر چه چیزی را باید برد. به یاد دارم که ناگهان همه حواسم متوجه پوتینی شد که همواره در راهپیمایی‌ها به پا داشتم. با خود گفتم از این پس فرصت کافی برای راه رفتن خواهم داشت. راه رفتنی که برای حفظ تعادل و پشتکار لازم به نظر می رسید. آری، این یک جفت پوتین در آینده بهترین همراه من خواهد بود. وجود این پوتین موجب آرامش من شده بود. چند روز بعد با دیدن آنها در چمدانم با خنده تلخی به خود گفتم خدای من، چگونه به این فکر نیفتاده بودم که چنین کفشی را میتوان در هر کجای دنیا یافت. نمیدانم در آن هنگام تصویر کدام تبعیدگاه سرد و غیر مسکونی در نظرم مجسم شده بود. سپس به سراغ کتابخانه ام رفتم و کتاب‌های مورد علاقه‌ام را جدا کردم. کتاب‌هایی که در طول ملاقات‌هایم در ایران و سراسر جهان شعرا، رؤسای دول و نویسندگان به من هدیه کرده بودند. یکی از کارکنان کاخ که برای کمک به من آمده بود گفت: اولیا حضرت، این مینیاتورها که متعلق به خود شماست، آنها را با خودتان ببرید. به یاد دارم که با اندوه فراوان به این مرد نگریستم. نه، به هیچ وجه. همه چیز باید در جای خود بماند. نمیخواهم هیچ یک از این اشیا را با خود بردارم. در میان بیم و امید در کشمکش بودم. تظاهر کنندگان خشمگینی را به نظر می آوردم که به داخل کاخ ریختند و گنجه‌ها و کشوهایمان را باز می کنند. اما به هیچ وجه نمی خواستم آنها فکر کنند که ما اموالمان را با خود برده ایم. خیر،
ما با سربلندی و با اعتقاد به اینکه بدون وقفه به مملکت خدمت کرده ایم ایران را ترک می کردیم و اگر اشتباهاتی در کارمان بود لااقل همواره جز به منافع عمومی نیندیشیده بودیم. روز قبل از مسئولین موضعها خواسته بودم برای بردن هدایایی که از سوی پادشاهان و رؤسای دول به ما داده شده بود و نیز برای بعضی از اشیا شخصی به کاخ بیایند. لااقل این اشیا به تاراج نمی رفتند. ارزش مالی آنها برایم اهمیتی نداشت. مایل بودم تابلوها، اشیا، شخصی، قالیها و غیره در جای خود باقی بمانند. حتی لباسهای ایرانیم را نیز به قصد به جای گذاشتم. گویی می‌خواستم قسمتی از وجودم در آن مکان باقی بماند. با توجه به امکان غارت یا بداندیشی‌ها از مأمورین تلویزیون خواستم از داخل کاخ فیلمبرداری کنند و همچنین از روزنامه‌نویسان ایرانی و خارجی برای بازدید از کاخ‌ها دعوت کردم. زندگی ما در آن زمان با سرنوشت ایران عجین شده بود و من عمیقاً از اینکه اموال شخصی ما در ایران باقی ماند راضی و خوشنودم. آخرین ساعات زندگی ما در ایران به سرعت میان لحظه‌های التهاب و لحظه‌های طولانی نظاره بر درختان باغ و روشنایی سرد زمستان تهران و مکان‌هایی که در طول سال‌های دراز با گرمی پذیرای ما بود سپری شد. به یاد دارم که در این حالت گیجی با فرهناز در آمریکا تماس گرفتم، چرا که ناگهان متوجه شدم که این موجود نازنین 1 ماه پیش با اطمینان به اینکه بار دیگر اتاق و همه خوشبختی‌های دوران بلوغش را باز خواهد یافت به سفر رفته بود. چگونه می‌توانست تصور کند که تا به امروز که این یادداشت‌ها را می‌نویسم ایران را نخواهد دید؟ نمی‌دانستم به کدام یک از اشیاء مورد توجهش دلبسته است. ناناز جون، چی دلت می‌خواد یادگاری از اتاقت بیارم؟ به من بگو. با تعجب در پاسخ شنیدم که پوستر کنسرت ستار، خواننده محبوب ایرانی را که در جایی مناسب بر دیوار اتاقش نصب کرده بود می‌خواهد و دیگر هیچ. درست همانطور که درباره پوتین یادآور شدم، وعده بردن این پوستر به او اطمینان میداد و عظمت گرفتاری‌های بعدی را که بیگمان از پیش احساس کرده بود پنهان می‌نمود. رضا در خانه جداگانه در میان باغ کاخ زندگی می‌کرد. کرکره‌های خانه از چند ماه پیش که به سفر رفته بود بسته مانده بود. همه لباس‌های کودکی او که با علاقه بسیار حفظ کرده بودم، نوارهای نخستین کلماتی که به زبان آورده بود و تصویر نخستین قدم‌هایش، آلبوم‌های عکس و همه یادگاری‌هایش در آن خانه نگهداری می‌شد. من حتی به فکرم نرسید که درباره این اشیا و یادبودها از او سوال کنم. امروز چقدر دلم می‌خواست این گنجینه‌ها را با خود داشتم. صبح به پایان می‌رسید و پادشاه هنوز در دفتر کارش بود، ولی دقیقه به دقیقه جو درون کاخ سنگین‌تر می‌شد و من تشویش و پریشانی را در نگاه مردان و زنانی که مسن‌ترین آنها از جمله خدمتگزاران رضاشاه و برخی از آنها 20 سال پیش شاهد ازدواج ما بودند حس می‌کردم. فکر رفتن ما همگی را مضطرب کرده بود. همه در سکوتی غیرعادی در رفت و آمد بودند و در این آمد و شد خاموش و نومیدانه آنان هیچ نور و امیدی دیده نمی‌شد. ترک مملکت به این صورت غیر ممکن بود. میبایست به آنها اطمینان داد. آنها برای دیدن ما جمع شده بودند. با آنان توضیح دادم که بدون شک ما خود را برای گذراندن یکی از دوره‌های دردناکی که بارها در طول تاریخ ایران اتفاق افتاده است آماده می‌کنیم. اما بهار باز خواهد آمد و در آن هنگام ما برای استقبال از پادشاه گرد هم خواهیم آمد. چه کسی می‌توانست تصور کند که مملکت دچار چنین کابوسی خواهد شد؟ ما از گریه خود جلوگیری می‌کردیم و حتی بعضی‌ها نیروی لازم را برای لبخند زدن می‌یافتند. من به هر یک از آنان چنان که در این گونه موارد قبل از یک سفر طولانی مرسوم است به عنوان یاد بود جواهری شخصی یا مقداری پول دادم. بالاخره پادشاه به میان ما آمد
و با دیدن او اطرافیان گریستند و او که همواره بر احساسات خود تسلط داشت این بار نیز در پنهان کردن عواطف و احساسات خود می‌کوشید. پادشاه با یکایک آنان صحبت کرد. بسیاری از آنها در حال گریه از او خواستند که در مملکت بماند و آنها را رها نکند. هنگامی که به ما خبر دادند 2 هلیکوپتر که میبایست ما را به فرودگاه مهرآباد برسانند آماده هستند، همه کارکنان کاخ به طور ناگهانی بر روی پله‌ها جمع شدند. زمان رفتن فرا رسیده بود. چمدان‌هایمان را برده بودند. دست‌های چند نفری به سوی ما دراز شد که خاطره چهره‌های مضطربشان همچنان در ذهنم باقی است. پادشاه با همه وداع کرد. زنهایی را که به من نزدیک بودند بوسیدم و پس از حرکت در میان سر و صدای هلیکوپترها کاخ را دیدم که اندک اندک در پس اندوه خانه‌های شهر تهران ناپدید می شود. 2 هلیکوپتر در نزدیکی پاویون سلطنتی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند. یکی برای ما و دیگری برای مامورین امنیتی. گروه کوچکی در آنجا در انتظار ما بودند. چند افسر و چند غیر ارتشی به خاطر سوز و سرما به ما فشرده ایستاده بودند. پادشاه از مردم خواسته بود که در این روزهای سخت به جای آمدن به مهرآباد در محل کارشان بمانند. این فرودگاه که روزی پر از جوش و خروش و هیاهوی و رفت و آمد و هواپیماها بود، ناگهان مرده به نظر می رسید. فرودگاه به خاطر هواپیماهایی که به علت اعتصاب بر زمین بودند، منظری حزن‌آور داشت و در آسمان خالی از هواپیما جز صدای بادی ممتد که از کوهستان البرز می‌وزید، صدایی به گوش نمی‌رسید. همسرم ناآرام بر پای ایستاده بود و با چند تن از دوستان و وفاداران خود صحبت می‌کرد. ناگهان یکی از افسران گارد پادشاهی خود را به پای او انداخت و استدعا کرد که ایران را ترک نکند. پادشاه خم شد و او را از زمین بلند کرد. در این لحظه تأثر و اندوه او را که همیشه بر خود تسلط داشت فرا گرفت و اشک در چشمانش پدیدار شد. افسران که اشک خود را پنهان نمی‌کردند به نوبه خود از او خواستند در مملکت بماند. او چند کلمه‌ای با آنها و خصوصاً رئیس ستاد ارتش صحبت کرد. خبرنگاران خارجی را دعوت نکرده بودند. خبرنگاران ایرانی بهت زده قدری دورتر شاهد این خداحافظی بودند. لحظه‌ای بعد پادشاه متوجه آنان شد و به سویشان رفت. او شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزیده بود و در همان لحظه تقاضای رأی اعتماد به دولت او در مجلس مطرح بود. پادشاه مایل نبود قبل از موافقت مجلس با نخست وزیری شاپور بختیار ایران را ترک کند. او به روزنامه نویسان گفت: همان گونه که هنگام تشکیل دولت به شما گفتم احساس خستگی می کنم و نیاز به استراحت دارم. همچنین گفته بودم که هرگاه اوضاع مناسب باشد و دولت مستقر شده باشد سفری خواهم کرد. این سفر اکنون آغاز می شود و من اضافه کردم که مملکت ما در طول تاریخ دراز خود لحظات دردناک به خود دیده است. اما من اطمینان دارم که فرهنگ و هویت ایرانی پیروز خواهد شد. بدینسان ما به سفر می رفتیم. از صحنه دور می شدیم تا هر کسی فرصت اندیشیدن داشته باشد و کینه توزی ها با زمان تسکین یابند. پس از چند هفته مردم متوجه مسائل خواهند شد. آری، می بایست با آینده امیدوار بود. من به هیچ بهایی حاضر نبودم خود را تسلیم یأس و ناامیدی کنم. لحظه چند در حالت تنشی دردآور گذشت. سپس خبر آوردند که مجلس به شاپور بختیار رأی اعتماد داده است و تا چند دقیقه دیگر با هلیکوپتر به فرودگاه خواهد رسید. در همان لحظه هلیکوپتر در آسمان پدیدار شد و اندکی بعد بختیار در حالی که خود را مرتب می‌کرد و دستی به سبیل‌هایش می‌کشید به سوی جایگاه سلطنتی آمد. جواد سعید رئیس مجلس نیز او را همراهی می‌کرد. آن دو به نزدیک ما آمدند و با حالت متأثر سر فرود آوردند. همسرم خطاب به آقای بختیار گفت: در حال حاضر همه چیز در دست شماست. امیدوارم موفق باشید. من ایران را به خداوند و شما می سپارم.
37 روز بعد آقای بختیار برای رهایی از مرگ مجبور به فرار از ایران میشد و تشکیل نخستین دولت اسلامی از سوی آیت الله خمینی اعلام می‌گردید. اکنون می توانستیم پرواز کنیم. در میان باد و سرما خود را به هواپیمایی رساندیم که معمولاً در سفرهای رسمی از آن استفاده می کردیم. یک بوئینگ 707 به رنگ سفید و آبی به نام شاهین. هنگامی که به پلکان هواپیما رسیدیم، پادشاه سر برگرداند و گروه کوچک مشایعت کننده بی حرکت بر جای خود باقی ماند. از این دیدار آخر خاطره‌ای غیر قابل تحمل برایم باقی مانده است. حاضرین عبارت بودند از افسران، خلبانان، کارمندان دربار، افراد گارد شاهنشاهی که جملگی شهامت خود را ثابت کرده بودند و مهازا تشویش غیر قابل توصیف آنها کاملا محسوس بود. آنها یکی پس از دیگری در حالی که اشک در چشم داشتند دست پادشاه را بوسیدند، حتی در چشمان آقای بختیار نیز که خود خواستار عزیمت ما به خارج بود اشک حلقه زده بود. بعدها پادشاه در خاطرات خود نوشت: شواهدی از وفاداری که هنگام ترک مملکت ابراز شد مرا سخت منقلب کرد. سکوتی تأثرآور که گاه با صدای گریه این و آن در هم می شکست.